سلام به همه بچه های اکادمی 01. من مبین هستم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم سراغ یه چیت جدید. این یکی کمی میشه گفتش که متوسط هست برای بچه هایی که کار کردن متن رسی با اما نه کامل میخوان یک جنبندی خوبی داشته باشن. بدون معطلی بریم سراغ این قسمت. خب بچه اول از همه داخل این قسمت میبینید که اومده براتون یک مثال کلی از حالا اون چیزهایی که قراره یاد بگیریم و مرور کنیم البته براتون گذاشته. میتونید ببینید اومده گفته مثلا این چهارخونه ها گرید هستن، این هم یک نمودار خطی هستش، لاین پلات داریم دیگه. این نقطه ها میشن مارکرهای اسکترامون، یعنی میتونید هم مارکر باشه هم اسکتر گرافمون باشه. اینجا براتون ایکس اکسس لیبل رو این پایین بذارید، من براتون رنگیش بکنم که ببینید این شکلی مثلا اومده براتون ایکس اکسس گذاشته، وای اکسس ها رو داریم دیگه. حالت های مختلفش که دارید میبینید این بالا مثلا تایتلمون هستش و حالت های دیگه که داخلش وجود داره. اما بریم سراغ بخشی که میخوایم مرورش کنیم خیلی سریع داشته باشیم که از ساب پلات میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه چند تا گراف رو همزمان بخوایم رندر بکنیم داخل یک لوکیشن خاص. خب یعنی هر گرافمون میتونه یک لوکیشن داشته باشه. نکته ای که اینجا داره، ما میتونیم از فیس کالر بیایم استفاده بکنیم و میتونیم اون لوکیشن مد نظرمون رو رنگش رو بیایم عوض کنیم، رنگ پس زمینش رو در واقع میتونیم بیایم عوض بکنیم. خب این کار رو با استفاده از فیس کالر خیلی شیک میبینید انجام داده. فرمات رنگی رو بهش میدید و رنگش حالا چی میشه؟ میاد عوض میشه. این هم حالت مختلفی هستش برای رسم گراف به این شکل میبینید. حالا مستطیل متفاوتی که وجود داره، تا پایین مربعی هم داره. باز هم میتونیم با دادن لوکیشن بیایم چیکار کنیم توی این قسمت، میتونیم بیایم رنگش رو عوض بکنیم. و داخل بخش بعدیمون هم داریم میبینیم که اومده چیکار کرده، یه دونه سابلات رو اومده ایجاد کرده. بچه این بهش داده نداده، برای همین خالی گرافمون. و نکته که وجود داره اینه که به صورت کادری نیست. اگر دقت کنید میبینید که فضای خالی داره. این قسمتاش خودش هم داده نان گذاشته، رنگاشو تاپ و رایتش و بالاش و سمت راستش رو استفاده نکرده، برای همین خالی شده گرافمون. اما داخل این قسمت ما میتونیم از تیکرها استفاده بکنیم. بچه تیکرها در واقع یک جوری میشه گفت مثل لیبل هایی هستن که میتونیم برای محور ایکسمون در نظر بگیریم و حالت های متفاوتی وجود داره. مثلا ما میتونیم بیایم استفاده بکنیم از حالا لوکیتور که چیکار میکنه، میاد میگه که اون ایکسی که داریم داخلش به چه شکلی اعداد قرار بگیره. خب حالا میتونه اینجا مثلا اومده از 0 2 4 6 8 گذاشته، شما میتونید حالتهای متفاوتش رو پیاده سازی بکنید و ببینید که به چه شکلی میشه. و میتونیم داشته باشیم مثلا حالت فرمتش رو اینجا با استفاده از فرمت رو کجاست، این قسمت و لوکیتور. بذارید دوتاشو براتون رنگی بکنم که ببینید. فقط حواستون باشه که وقتی میخواید از این استفاده بکنید باید از MPL تیکر بیاید، یعنی بعد ایمپورتش کنید. حواستون به این موضوع باشه. میتونیم استفاده بکنیم. حالتهای متفاوتی داره. میتونیم حالا داخل قسمت بعدی هم اومده چیکار کرده، خب عکسش رو که X داده و اومده حالا چرخوندتش هم. میبینید شما چه اتفاقی افتاده، اون ممیزی ها اومده چی شده، اومده چرخونده شده. مثلا 2 دهم و 2 4 دهم و 2 6 و 2 8 میبینید که این وسط روتیت شده در واقع. خب حالتهای متفاوتی هم وجود داره. میتونید لوگاریتمی بذارید، درصدی بذارید، میتونید استفاده بکنید از مثلا حروفی باشه، مثلا 0 1 2 3 مثلا اینجوری باشه. حالتهای متفاوتی وجود داره. بخش بعدی میخوایم درباره مارکرها صحبت کنیم. دارید میبینید حالتهای مختلف یک مارکر. مثلا اینجا اومده لاین استایلش نقطه چینی در نظر گرفته، مارکراشو اومده چیکار کرده، اومده نقطه‌ای در نظر گرفته فرضاً. خب با استفاده حالا از این دستوراتی که دارید این قسمت میبینید اومده سایزاشو عوض کرده و از این کارا کرده. و اینجا هم که خب x و y رو تولید کرده. بریم داخل بخش بعدی. داخل این قسمت مثلا میبینید ست x اسکیل اومده چیکار کرده، به صورت لوگاریتمی داره. خب و گرافش که ایجاد شده این x و yش همون x و y بالاییه بچه. خب فقط اومده مدل گرافش اومده عوض کرده، گرافش رو لوگاریتمی کرده که میبینید این شکلی میشه. اوکی. و داخل بخش بعدی ما اومدیم چیکار کردیم، گفته که میتونیم از تکست ها استفاده کنیم. مثلا این قسمت رو شما بیاد یک نگاه بندازید، میبینید که اومده مثلا میخواد این دوره رو بررسی بکنه. خب
اومده این قسمتش رو هایلایت کرده، مثلا میگه از 0 تا 5 یا مثلا یکم بیشتره تا 6 چه اتفاقای افتاده، میتونه اتفاقاشو بررسی کنه. مثلا میشه دوره 1، بعد میتونی دوره 2 3 4 بذاری بری تا آخر. و خب نکته ای که داره داخلش اینه که شما باید ورودی ها رو بهش برید، از کجا تا کجا رو میخواید بررسی بکنید و حالا اسم اون چیزی که میخواید قرار بدید، اسم اون دوره‌ای که میخواید در نظر بگیرید. حالا اینجا گذاشته اسمش رو، میتونید هر چیزی که دوست دارید استفاده بکنید. و بچه اینم که دارید میبینید همین علامتی هستش که اینجا من اشتباهی رنگ کردم. این قسمت رو میبینید که این نقطه‌ای که علامتی که در نظر گرفته شده در واقع اون کدش هست. و بریم قسمت بعدیمون، لجند رو داریم بچه ها. ما بعضی وقتا همونطور که دارید داخل شکل میبینید میتونیم 2 تا نمودار رو داخل یک گراف داشته باشیم، یعنی 2 تا خط داریم داخل یه دونه از گرافامون و میخوایم که بگیم اسم هر کدوم از این خطا چی هست و جوری باشه که با هم دیگه قاطی نشن. خب من میتونم هم بیام لوکیشنش رو در نظر بگیرم، هم میتونم برای هر کدومش یه دونه اسم در نظر بگیرم، هر چی که دوست دارم، و میتونم بیام ازشون استفاده بکنم دیگه. دارید میبینید اینجا داخل وقتی پلاتو 2 تا عکس پلات داریم، اینجا باید 2 تا گراف طبیعتا داشته باشیم. 2 تا نمودار دارم داخل این قسمت و حالا لیبلش رو براش مشخص میکنید. لیبل رو داخل خود اون پلات دارید مشخص کنید دیگه، حواستون باشه. و اگرم دارید از PLT استفاده میکنید میشه PLT دات پلات. خب بعد لیبل که گذاشتید داخلش میتونید از لجند استفاده کنید. لجند هم خب برای چیه؟ برای نمایش دادن این قسمت ها هستش، اسم هر کدوم از این خطایی که دارید رسم میکنید و میتونید بهش لوکیشن بدید و هر کدومشون و براتون اجراش میکنید داخل هر قسمت. مثلا قسمت لوکیشنش رو میبینید براتون گذاشته، حالا این یکی اومده این بر اون کیو برده آبی رو برد داخل قسمت سمت چپ، ولی خب میتونید همش رو داخل یک جا هم داشته باشید. اگر مثلا نرید کاستومش کنید همش میره داخل یک قسمت. اینجا میتونیم فلش بذاریم برای نقطه های خاصی که مد نظرمون هست. باید لوکیشن گرافمون رو مشخص کنیم، لوکیشن اون نقطه‌ای که مد نظرمون هست رو مشخص میکنیم و میگیم که حالا بیا با استفاده از اون فلش هایی که وجود داره داخل این قسمت، دستورش هم دارید میبینید انوتیت هست، میتونیم بیایم لوکیشن رو مشخص کنیم و اون قسمت رو بهش اشاره بکنیم. کدش رو بچه‌ها دارید می‌بینید به این صورت هست. بخش بعدی یه سری رنگ داریم اینجا، میتونیم استفاده بکنیم از رنگ‌های متفاوت. محصولات رنگ خیلی زیاد داره، استفاده کنیم از رنگ‌های متفاوت و می‌بینید که رنگ گرافتون عوض میشه. همچنین میتونیم ما وقتی که داریم گرافمون رو ذخیره می‌کنیم بیایم کیفیتش رو ببریم بالاتر. این کارو چجوری میتونیم کنیم؟ اولا که این بخش فیگ با PLT دات فیگور فیکس سایز اومده در نظر گرفته، این وقتی که رندرش کنیم اجراش میکنیم. اوکی، وقتی هم که میخوایم ذخیرهش کنیم میتونیم DPI رو چیکار کنیم؟ مشخص بکنیم. خیلی خب بچه‌ها، این میشه یک مروری بر کوچیک شد. میشه یک مروری بر کلیت مطلب متوسطه، یعنی اینکه شما مقدماتیشو کامل قشنگ بلدید و میتونید از این هم استفاده کنید. این برگ تقلب‌ها یک جورایی مروری هستن برای اینکه کدا براتون جا بیافته. داخل کانال تلگرام براتون گذاشتم، همچنین لینک دانلودش و خود سایت مطلب داخل دیسکریپشن هست. اگر هم دوست داشتید داخل کانال تلگراممون جوین بشید. دوستتون دارم بچه، مراقب خودتون باشید و تا ویدیوی بعدی فعلا خدافظ.